به نام خدایی که از جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکت. پدران و مادران و برادران و خواهران اهل اسلام، من امروز خواستم برای شما، برای اون برادرانی که ثبت‌های ما را گوش میکنند، تشکر زیاد. یک برزمین هر خیل نوارها را در اینترنت میگذارند، در آن امید رحمت گویان نام میگذارند، به خاطر اونی که با آن نوارها پرسموتر یا که اون کلاس گیرن. برادر خوب، ما در تمام ثبت‌ها گفتیم که هر یک ما و شما با هر کاری که میکنیم، خواه اون به ذره گندم باشد یا که کلان، برای اون یا مکافات یا اینکه جزا هست. پس به حرمت خداوند، عزت و احترام انسانی خودتان نگم نکنین. هر خیل نوارهای اون شیطانی و اون خنده و خریشی که دارین، در اون نامی بندارین که نام دیگر برادر رو نگذارین، چون که اون نوار به ما یا که به اون برادر هیچ تعلق ندارد. پس به حرمت خداوند، برای هر یک اون گوش کردنتون، اون لایک ماندنتون، جزاکم الله خیر. لیکن شرط نیست که اون نوارهایی که نه به ملت تاجیک دخل دارد، نه من یک معنا و منطق ندارد، اون نوارها را برای ما نامگذار نکنین. شما یک کاری کنین که برای مردم فایده شما رسد. حتی در سامانه های وایبر پیدا شدند اون انسان هایی که از نام ما هر خیل اون اکانت شده برای مردم SMS روی میکنند. دیروز چندین برادران و خواهران از سامانه فیسبوک گفتن امید رحمت شما در سامانه وایبر پابلیک چت داشتین، چی میشد که ما رو در همونجا مثلا که اعضا میکردیم. لیکن ما در یگان سامانه به غیر از همین یوتیوب و نکلاسی که اون فیسبوک یا که اون کانتکت، دیگر یگان جای هیچ یک نام مناسب ندارم و البته اینستاگرام. لیکن انسان های پیدا شدند که از نام ما هر خیل رقم ها شده، مثلا که اونجا امید رحمت، امید رحمت، امید رحمت فلان، امید رحمت این گویان، مثلا که یک صحیفه خودشون شده، یعنی از نام بنده و دیگران سوال جواب میکنن. و البته باز هستند اون انسان هایی که نوبست از اونی که من در چندین نوارها گفتم، برادرای خوب، من ملا نیستم، عالم نیستم، من فقط برای شما فقط قصه، شعرهای تربیه و حیاتی میخوانیم و خلاص. اون چی که میدانیم انشاءالله که جواب میتیم، نه جواب نمیتیم، نه البته که جواب میتیم، چون ما وظیفه داریم تا که هر چیزی که اگر با اساس دانیم جواب میتیم. لیکن از خود یک افسانه خوندن دین اسلام اساس و دلیل طلب میکند. خداوند متعال همه ما و شما را برای راست هدایت فرمایه و اون برادرانی که در کامنتاری ها خودشان شعر میدان میگیرن، کمی عقلی اون خواه کوتاه باشد خواه عقلی با قوت، همه را کار فرمودن نصیب روزه گرداند. زیرا که همه روزی اون زیر خاک میریم، از ما و شما فقط نام میماند، نام بد و اینکه نام نیک. شما فکر نکنید که اگر در اینترنت اون نام های تاجیک تیوی تاجیک سیو میره فلان دیگر نام گذار کنن، اگر حقارت نیستن این به شما دخل داره. نه، خداوند متعال در کدام جایی که باشین شما را دیدی است که در کدام نام با کدام نام و با کدام رفتار برای مردم شما دشنام نیستیم. این نام ها در نامه اعمال شما میسته که این اشمت یا که امید رحمت یا که فلانی با چنین نام مردم را دشنام داد. پس به حرمت خداوند، عزت و احترامی انسانی خودتان نگم نکنین. خداوند متعال یاری نگهدار شما.